درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 19 فوریه. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند مناقشه که با مرگ یک تاجر شناخته به پایان رسید بر سر معاملات پولی صورت گرفته است. در این ماجرا در شب 18 فوریه در یکی از محله‌های مرکزی شهر دوشنبه در نزدیکی نوروزگاه ظفر عظیموف تاجر 38 ساله کشته شد. در مرکز ملی طبی کشور در دوشنبه روز 19 فوریه به رادیو آزادی گفتند جسد ظفر عظیموف با ضرب تیغ در قلبش به شفاخانه آورده شد. مقامات میگویند این تاجر را یکی از خویشاوندان دورش عابد مقصودوف کشته است که قبلا برای جنایت زندانی شده بود. ظفر عظیموف با لقب ظفر بدنک در بازار بزرگ کاروان دوشنبه دکان‌های زیادی داشته است. در سالهای نارامی در تاجیکستان مناقشه‌های مرگبار بین تاجران زیاد مشاهده می‌شد، ولی بار اول است که در چندین سال اخیر این گونه نیزا به چشم می‌خورد. حکومت تاجیکستان اول همین ماه سازشنامه را تصویب کرده است که بر اساس آن تلکا کارخانه بزرگ تولید آلومینی در تاجیکستان باید قرض بیشتر از 42 میلیون دلاری شرکت روسی سازیدنی را پرداخت کند. سازیدنی از الک دریپاسکا مدیر شرکت عظیم روسال و میلیاردر روس است و مهمانخانه هایت ریجنسی در دوشنبه به او تعلق دارد. بین شرکت روسال و کارخانه تلکا که یک زمان شریک تجارتی بودند در چند سال پیش جنجال برخاست و دو طرف همدیگر را برای رعایت نکردن قراردادهای تجارتی متهم کردند و به دادگاه‌های بین المللی کشیدند. یک منبع در تلکا روز 19 فوریه به رادیو آزادی گفت قرض سازیدنی را تلکا مرحله به مرحله پرداخت می‌کند. یکی از ادیبان تاجیک و معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان از رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو خواسته است به استفاده نادرست از نام ولایت مختار کوهستان بدخشان خاتمه دهد. عطا میرخواجه با مراجعت از طریق فیسبوک به محمد سعید پیرزاده گفته است که خبرنگاران و نطاقان در تلویزیون‌های دولتی تنها با استفاده نام ولایت بدخشان کفایت می‌کنند که درست نیست و باید نام کامل آن برده شود. ادیب تاجیک روز 19 فوریه در این باره بر رادیو آزادی گفت: حالا یگان کس نه من نه یک شهروند عادی و نه یک تلویزیون و رادیو حق ندارد که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و قانون درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان رو زیر پا نموده در اخبارهای خودشان مخصوص ولایت بدخشان رو تاکید کنند و این باعث نگرانی شهروندان بدخشان گردد. ولایت مختار کوهستان بدخشان از نظر قلمرو بزرگترین ولایت تاجیکستان و هم مرز با ولایت بدخشان افغانستان است و اهالی بیشتر از 200,000 نفری آن اکثرا پیروان رویه اسماعیلی دین اسلام هستند. در ناحیه فرخار در جنوب تاجیکستان بنیاد محله ادامه دارد که همه ساکنانش زیایان هستند. بعد تقسیم 3.5 هکتار زمین برای طبیبان و آموزگاران در جماعت شهرک فرخار، دهها خانواده در اینجا به ساختمان خانه شروع کردند و قرار است این خانه ها با شرایط و امکانات لازمی به خصوص آب پاک آشامیدنی تامین شوند. آنهایی که قطعه زمین به دست آوردند میگویند خودشان به ساختمان خانه ها شروع کردند و خود قطعه زمین برایشان امتیاز بزرگ است. اویله ما همش زیایی هستند. از اون جمله خودم معلمه مکتبی نونه امید رقمی 2. دخترم معلمه لیسه‌ای رقمی 1 میگوشد. امتیاز اساسی برای ما همین بود که ما به قطعه زمین ضرورت داشتیم. برای ما جدا کرده بودن. تقسیم زمین و بنیاد شهرک برای طبیبان و آموزگاران در تاجیکستان یک نوع دلگرم کردن این طبقه به کار و زندگی در ناحیه‌های دوردست است. بسیاری از آموزگاران یا طبیبان بنابر مزد کم و یا نداشتن خانه و زمین به شهرها کوچ می‌بندند یا به مهاجرت کاری به روسیه می‌روند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.